дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 40. شبانه به بام آمدرمن برآمده چراغ‌های ساحل و عکس لرزانی به آب افتاده آنها را تماشا کرده نشستم. پگاه به قاهره می رویم و 5 روز در آنجا می مانیم. آرزوی دیدن قاهره، مقبره‌های بزرگ فرعون‌های مصر قدیم از آوان مکتبخانه در دلم هست. اما خوب می شد اگر همه این را در 2 روز دیده به وطن برگردیم. الله نظر قاری نیز به بام برآمد. دکتر جان، ممکن می در پیشتان یک دم نشینم؟ مرحمت، جای وسیع. از دمی که چرخ طیاره از زمین عربستان کنده شد، از طرف همسفران باز همان معامله نرم معتدل را می بینم که در مسکو در مهمانخانه ویستافکا می دیدم. اکنون به سوالهایم تبسم کنان جواب می دهند. هنگام جواب کلمه های رحمت دکتر تشویش نکشید باز پیدا شده است. چمدان داروها را که اکنون خیلی سبک شده است قاری های جوان با اختیار خود می بردارند. تغییر مناسبت چنان بر اعلایینه است که بعضا حتی خنده کس می آید. امروز در ایرپورت خرطوم از طیاره فرامده دیدم که واخوری حاجیان سله و جامدار و خادمان سفارت و کانسولخانه را از یک گوشه شخص تبسم کنان تماشا کرده می ایستد. او در دست میکروفونچه سیاه 4 کنجه داشت و به کتفش تسمه اپارات‌های آوازنویسی و صورتگیری آویزان بود. معلوم شده می ایستاد که یا مخبر تاس یا یگان روزنامه مرکزی خودمان است. از بس که یک قسم خادمان سفارتخانه با پرسپاس احوال حاجیان و معین کردن تفصیلات سفر فرداینه قاهره بند بودند، 2 قسم دیگر حجتهای ما را برداشته به مأموریت ایرپورت رفته بودند. به نزد آن مرد رفته سوال دادم و خواهش کردم که از نویگری های مملکتمان نقل کند. باز چی نویگری ها؟ از چی نو گذشتن عید 1 می، به کار در آمدن خط نوی متروی مسکو، میمان شده آمدن فیدل کاسترو مختصر حکایت کرد. باز چی نویگری ها؟ پرسیدم. چند روز باز مسافرید؟ به سوالم جواب نداده پرسید مردک. 3 هفته و 1 روز. خیر، این طور باشد حاضر باز میگویم. راضی شد مرد و تخمین نیم ساعت دیگر حکایت کرد. وقتی که به او مینداری بیان کرده از پس گروه همون به میدان پس ایرپورت می برآمدم، مخصوم میج دهان به پهلویم رسیده گفت: دکتر جان، شما که زبان روسی را میدانید کارتان آسان دیه؟ انا حاضر با آن شخص صحبت کرده در یک دم از احوال مملکت واقف شدید. روسی گپ نزنید.
گفته به سرم داد زدنش، زبان کافرها، گویان نعره کشیدنش، گویا در گوشم از سر نو صدا داد. صنعت خود را به دست گرفتن و فرو نشاندن غضبی به جوش آمده را در مسافرت خیلی تکمیل داده بودم که در اینجا حاضر کار داد. مردمی کافکاز یک مقال دارند. میگویند که عمر اگر پرواز دهد، پرواز عقابانه دهد. تقدیر اگر مرگ دهد، مرگی مردانه دهد. و اگر دوست دهد، دوستی فداکار و دشمن دهد، دشمن راستکار دهد. یعنی دشمن داشته باشید، خدا گوید که نامرد نباشد. چطور همین مقال؟ بیجا نباشد قاریه که گره بسته مانید در کارتان می شود. مخصوم بالونج آویزان به سوی تیاره رفت که به آن قاریه سوار می شدند. بعد خوراک شام قاریه در صحن گرند هتل از حج کرده امان گپ شده در ضمن سخن نصیحت آمیز گفتند که اگر از یکدیگر رنجیده باشیم باید در دل نگیریم، گناه یا کوتاهی همدیگر را بخشاییم. ثانی گفتند که دخترمان ملا قربان نقص خدمت کردن، ما همه میندار هستیم. یک برادر دیگرمان سخن سردار را قوت داده علاوه نمود که خدمت خوب دختر را بعد برگشتن به وطن به نماینده های حکومت گفتن در کار تا که بجای کارش معلوم کنند و وزارت تندرستی هم از جانب خودش خدمت او را تقدیر نماید. بدون تشکر و رحمتنامه ها هم کمینه حج اکبر خود را هرگز فراموش نخواهم کرد. با فراموش کردن روزهایی که موی سیاه سفید می شود هیچ انسان قادر نیست. همسفران به وطن با عنوان بلندی حاجی با مرتبه افسوده برگشته آیات‌های قرآن و حدیث پیغمبر را با غیرت از پیشین بیشتر ترغیب خواهند کرد. نقل و وعظهای آنان را تقای من، جورهای او، برادران و خواهران آنها، دینداری پریکلینیکای ما اکنون با اعتقاد زیادتر گوش خواهند کرد. لیکن بنده نیز اکنون مثل پیشتره بی‌پروا نخواهم بود. آدمان، شیخ‌ها، ایشان‌ها، لوحه و واقعه‌های دیده‌ام را در هر جا که نباشد با کدام واسطه‌ای که نباشد نقل خواهم کرد. اسکندر یک جوره نویسنده دارد. همه این قصه را به وی هم حکایت خواهم کرد. بگذار همه بفهمند که حج چیست و حاجی کیست، حج اکبر چیست و حاجی کبیر کیست. 2 نفر دخترکان استیواردس همانهایی بودند که ما 26 اپریل همراهشان تا خرطوم آمده بودیم. خوش دکتر، به خانه می رفتیم میده؟ خنده کنان گفت دختر شوخ هنگامی که بلیط مرا در تگ در سمالیات از نظر می گذرانید. افسوس که فقط تا نیمه راه. خیر باکی نیست، دفعه دیگر تا خانه می بریم. کاری کرده غریب نمانانید می شود. دخترک باز تبسم لطیفی کرد. من و اسرافیل پهلوی هم نشستیم. او گپ زن، گفتم به او.
یا باز خواب میکنی؟ نه، گپ میزنم. توفیق بیچاره دلش گنده شدمان. ما با زینه سملیات میبرآمدیم و وی در تگ قناتش استاده به در سملیات کیم چی خیل با حسرت نگه میکرد. جواندیه از همه خادمان سفارت و کنسولخانه به نظرم جوانترشان وی. گپ در 39 سال نباشد در چی؟ نمیدانم. نمیدانی؟ ندانی؟ خب پکک شینو با گپی کلانها گوش ده. خوش؟ کنی کلانها چی میگوین؟ میدانی حاجی قربان؟ اگر من با جای رئیسی پرزیدیوم میشدم چیکار میکردم؟ کدام پرزیدیوم؟ پرزیدیومی سویت عالی SSSR. اوهو، چی خیل تو با جای رئیسی پرزیدیوم میشدی؟ مثلا دیا فرض کردیم که رئیس مرا با پیشش جیغ زد و گفت که رو اسرافیل، تو یک هفته با جای خودم رئیس پرزیدیوم شورای عالی SSSR. من بلند خنده فرستادم. چی میخندی؟ گپ زن گفتم مجبور میکنی و باز میخندی؟ اسرافیل و تکیه نشستگاهش را خوابانیده چشمانش را پوشید. فقط بعد عذرخواهی و زاری و تولای بسیار از نو چهرهش یله شد و مقصد خود را بیان کرد. در کرسی رئیس نشسته به کاتب‌ها فرمان میدادم. قیافه جدی رئیسانه گرفته گفت او. کنی زود روی خط خادمان سفارتخانه ها، کانسول خانه ها را بیارید. میگفتم در یک زوم می آوردند. روی خط شافرها، دکترها، ترجمانها و دیگر خدمتگارهای سفارت را بیارید. میگفتم در رو می آوردند. از یک سر به همه اش نامی قهرمانی مهنت سوسیالیستی می دادم. مکافات بلندترین ما همین نیست مگر؟ همین است عزیزم. لیکن چرا به همه؟ کمتر محابات شد. من گفتنی که نه به همه، یعنی نه به همه مملکت ها، بلکه به همه آنهایی که در عربستان بر این جایها خدمت میکنند. در جایهایی که معامله آدم با آدم بی بخشش، بی ریال و دینار و دلار بود نمی شود. فرصت خاموش نشستیم. بعد اسرافیل گفت تو با کار کتابخانه ها شناس هستی؟ به اندازه ای که یک خواننده شناس شده می تواند. برای من در کتابخانه کار یافت می شده باشد. ای عمرت دراز اسرافیل. از کرسی رئیس پرزیدیوم یک باره به کتابخانه فرآمدی؟ من به شوخی می پرسم تو چی گونه کتابخانه را در نظر داری؟ مثلا کتابخانه کلان لنینگراد را. ها، در آنجا برای تو کار یافت می شود. به شبهه کار یافت می شود. هر گونه کتاب ها، دستنویس ها با خط عربی هستند. احتمال ترجمه یا روی نویس کردن لازم باشد. پسرم شریف جان یک بار نوشته بود که اگر به پیشم بیایی از کتابخانه کار یافته می دهم. اسرافیل به خیال رفته هر زمان خود به خود تبسم میکرد و بناخواست از کار خود گویا خجل شده گفته گلو می افشاند و تبسم را از رویش میراند و به اطراف نظر می پرتافت.
به قاهره رسیدیم. ما را به همان زل کلان ایرپورت آوردند. دیر نگذشته معلوم شد که کار ما چطاق است. در قاهره کرانتین اعلان کردند. هر کس خواهد که به شهر داخل شود باید اول 5 روز در بیابان در خیمه های سانیتری اقامت کند، از تفتیش طبی بگذرد. همسفران مرا میانگیر کرده درباره کرانتین سوال ها می دادند. لکسی مختصری خواندن لازم آمد. قاریه و ترجمان به هر سو می دویدند که علاج یافته با سفارتخانه در ریسپوبلیک متحده عرب بوده امان علاقه بندند و در این کار یارمندی پرسند. اما دوغیچ ها هیچ سودی نداشت. کرانتین اگر استثنایی می داشت آن را کرانتین نمی گفتند. مجلس مشورتی گروه برپا شد. اکثریت می‌خواست که اینجا بماند. 5 روز هم یک چشم پوشیده شدن بر این می‌گذرد. می‌گفتند قاری های پیر. از اسرافیل پرسیدند که چی فکر دارد. از مهلت سفرمان همگی 7 روز مانده است. گفت نایب الرئیس 5 روز را در خیمه های کرانتین گذرانیم، آن طرفش چی می‌ماند؟ غیر از این برای خواب و خوراک در خیمه ها سری کسی هر روز $4 می گرفتند. من حیران. کیت به هم کشیده سخنش را به آخر رسانید. اسرافیل دکتر چی می گویند؟ قاریه که به من روی آوردن. من اصلا بسیار می خواستم که شهر کهنه قاهره پورت سعید قهرمان را ببینم. با مردم این مملکت که در قطعه آفریقا اولین شده به راه آزادی و ترقیات برآمده است شناس شوم. لیکن حالا دیگر طاقت مسافرت نداشتم. دیگر ذره تاب و توان به غریبی نداشتم. تنها می بودم. به خانه می رفتم. گفتم من. اما حالا که تنها نیستید چی می گویید؟ حالا که تنها نیستم می گویم که فقط 1 نفر اعضای گروه هم و شما سردار این گروه هستید. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثری درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 40